سلام دوست عزیز، امیدوارم همه خوب باشین. من آمدم که به شما بگم طبق استوری که گذاشته بودم علاقه زیاد نشان دادین که مثلا ما میخوایم که خود ما انجام بدین کراتینه، و چون من اولین بار با آمریکا انجام دادم و راضی نبودم، برای یک ماه بود و بعد با حالت اول برگشت. خب من تصمیم گرفتم که یاد بگیرم چی رقم ما خود کراتین کنم. اول باید مواد کراتین بگیرین و به هر کشور فکر نکنم یک برند بتونین پیدا کنین. مثلا کسایی که به افغانستان هم میتونن از ایران تهیه کنن، و اما باید به ترکیبات یا همی و به هر جا که زندگی میکنین مواد کراتین که میگیرین باید، مثلا من فعلا پروتینه میکنم موخور و طریق پروتینه کردن فکر کنم از کراتین سیف تره و میتونه شما موها شما هم پروتینه میشه، هم تقویه میشه و هم صاف میشه. خب مسئولی که پیدا میکنین باید همین محتویات در خود داشته باشه که رو از این قطی میبینیم و این من از آمازون گرفتم. خب جواب داد، من یک بار انجام دادم، خیلی موامر صاف کرد و تقریبا 4 ماه رو موامر بود. اول موها خود با یک شامپویی که فری سولفاید میشورین، بعد از او کاندیشنر نمیزنین و موها خود رو خشک میکنین. 80% از موها خود باید خود 3 بار خشک کنین. بعد از او روغن هیچ چیز دیگه به مو خود نمیزنین و موها خود خیلی تارای مثلا قسمت میکنین موها خود رو به یک قسمت خیلی کم یک قسمت از مواد میگیری و 2 سانت از ریشه فاصله داشته باشه میزنین به رو مو و با 2 پنجه به طرف ساقه تا آخر میایین و همین قسم کل سر انجام میدین. من به شما تصویر از اون میگذارم که چی رقم انجام میده. بعد از او کل موها که تمام شد با مدت 30 دقیقه داخل سر میگذارین. ما یک پلاستیک میگیرین یا کلاه مخصوص دارین اما با حالت صاف با پشت سرش. اول موها خود با یک شامپویی که فری سولفاید میشورین، بعد از او کاندیشنر نمیزنین و موها خود رو خشک میکنین. 80% از موها خود باید خود 3 بار خشک کنین. بعد از او روغن هیچ چیز دیگه به مو خود نمیزنین و موها خود خیلی تارای مثلا قسمت میکنین موها خود رو به یک قسمت خیلی کم یک قسمت از مواد میگیری و 2 سانت از ریشه فاصله داشته باشه میزنین به رو مو و با 2 پنجه به طرف ساقه تا آخر میایین و همین قسم کل سر انجام میدین. من به شما تصویر از اون میگذارم که چی رقم انجام میده. بعد از او کل موها که تمام شد با مدت 30 دقیقه داخل سر میگذارین. ما یک پلاستیک میگیرین یا کلاه مخصوص دارین اما با حالت صاف با پشت سرش صاف پشت سر انداخته باشه، یعنی قد ندین موها خود داخل کریپس کنین، نه فقط با حالت استریت و انداخته باشه. بعد از او هم 30 دقیقه میگذاریم. بعد از 30 دقیقه با شانه که دانای ظریف داره که شانه فعلا نیاوردن اینجی، ایشانا کمی مثلا فاصله دانای زیاده، از این هم کمی فاصله دانای خودتر باشه استفاده میکنه و یک شانه کشی کل موها خو میکنه. باز دوباره داخل مو پلاستیک یا کلاه مخصوصی که داره میگذاری و مدت 15 دقیقه دیگه. بعد از او که کلا میشه 45 دقیقه بعد میگیرین با سشواره که باد یخ داره 80% از مو خشک میکنه و بعد با دوباره موها قسمت میکنه و بعد که موها شما با حالت قسمت تبدیل کرده مثل که رنگ میکنین موها با مو اندازه اتو کشی شروع میکنه و طریقه اتو باید اتو کشی شما ضربه‌ای از قسمت 2 سانتی از ساقه فاصله داشته باشه و با آخر بره و اتو کشی شما که تمام شد دیگه شما میرین موها خور میشورین. از من خو مواد من یعنی قرنطین نداره که باید تو 3 روز باشه سر تو بعد از او بشوری و شما میتونین که 3 روزم باشه اما من ترجیح نمیدم 3 روز باشه و باز بشورم. من جا به جا موها میشورم
و بعد از او سشوار میکنم و بعد از سشوارم که هسته و بعد از اینکه موها خود شوشتین، بعد از او از این فریز کلر سیروم استفاده میکنین یا هر سیرومی که داشتین که مثلا موها شما رو در مقابل حرارت حفظ کنه، از او استفاده میکنین. بعد از او هم از روغن آرگان من همیشه استفاده میکنم که موهای مرکمه هم تقویه میکنه هم به مو فایده داره. از این استفاده میکنم و بعد از شروع به سشوار کردن، سشوارم موها خورشانه میکنم و سشوار میکنم و از سشوارم باید از سر بگیرین، فاصله خور مراد کنین، مثلا به اندازه 1 وجب از مو فاصله داشته باشه. از بالا سشوار بگیرین که به طرف پایین بادی بخوره و بعد از این که موام کلا خوش شد، از این روغن دگت برازیلیان درای اویل استفاده میکنم. واقعا خیلی خوبه.